بسم الله. خام شو. رحمتش کند. دخترم نه دخترم خیز زودتر دخترم نفس کش زودتر نفس کش دخترم زودتر سلیم در درون زخم برداشته است. اونجا بسیار خطرناک است. شما خوب هستید؟ ما خوبیم. نفس کش. سلیم بدو چی من کشتم. خودت رو به دست گیر. برای خودت رو به دست گیر. چی کاری کردم؟ من رو کشتم. خودت رو به دست گیر. من کشتم. میفهمید؟ سلیم من پروندم. من پروندم. سلیم آخر من رو کشتم. سلیم برادرم، من کشتم اونو. دخترم من کشتم اون رو. سلیم خیز. انا ببین زنده است. خدا را شکر. دخترم خوب هستی؟ نترس دخترم، همش خوب گذشت. دخترم به کتفش رسیده است. شکر خدا که به کتفش رسیده است. خیریت زنده ای. آفرین به تو. تو بسیار هم دختری جسور بودی. آفرین دخترم. سلیم کودک ها زنده اند. یگان چیز نشده است. خدا را شکر. خدا را شکر زنده ای.
شکر که همش به خوبی انجامید. دادم رو بیازنید. اپای پولیس دادم رو دیدن میخوام. با دادت خبر دادیم حاضر می آید. مادر جون دیره نکن. مادر جون مادر جون مادر جون دادا جون دادا جون دختر جوانم، دادا جون چرا ما رو تنها گذاشتید؟ نترس دخترم، نترس. دادا جون خداوند همراه ماست. مادر جون مادر جون مادر جون دخترم جانکم ساله تو در کجا بودی؟ در کجا بودی؟ مادر جون آمدم جانکم، در نزدم. مادر جون گریه نکن دخترم مادرت خوب است، گریه نکن. حالا باشه درو به اتاقش میبریم ایلش. گریه نکن همش خوب می شود. کنی بچه ها زودتر بیایید بچه ها باشیم. احتیاط در حال میز رو فرارید. دقت باشه. آیستتر. خوبم. سلیم برادر، همش خوب می شود. انشالله همش نقض می شود. با آسانی رها یافتیم. تو غم نخور، من صحت می شوم. این دختر به نزد پدر و مادرش رفت، برای من کافی است. اگر اون میمرد من با این عذاب چگونه زندگی میکردم؟ خیر میلش، تو در این باره فکر نکن. نباشد در تمام عملیات آن را فراموش نخواهی کرد. عارف در کجاست؟ آنها را یک جایه بردند. کشوده نتوانستند، به امنیت بردند. خیر میلش، سلامت باش. آرام ببخش. این نامه را از جیب یک تروریست گرفتم. مادرش در غم و حسرت پسرش آب و ادا. پسرش باشد چند مادر دیگر را از پسر محروم کرده است. خدایا خداوند. مادرش چی نوشته است؟ عجایب، هرچند تروریست است مادرش در فکر اوست. باید درست‌تر تربیت میکرد، در فکر فرزندش میشد. آخرای بیزنی بیچاره چیست؟ چی خیلی بیزنی؟ بخشش عذر. من گفتنی بودم که پسرش را باید آدم بر این صاحبی میکرد. تولد میکنند و به کشه میپرتایند. آخر تو به حال ما نظر کن. دوست جانی هم زخمدار شده، به بیمارخانه افتاده است. حتی به عیادت او رفته نمیتوانم. آخر دوستی اینطور نمیشود. آخر دستی ما را کی میکشایند؟ عارف یک مرتبه دیگر بزن. سنجیدن گیر برادر، سنجیدن گیر. لیکن زودتر دستم را کشا که دیوانه میشوم. اگه تو به او اهمیت نده، زودتر کشو. زودتر برادر. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار زنجیری پرقوت بوده است. زودتر گشاده شو، کشیدن گیر نیست. آخر احتیاط کن باز. یک دقیقه ایست. ای برادر، یک دقیقه آرام ایستید. مالش آخر من کار کرده ایستادم. شد ما آرام هستیم. فقط تو زودتر کارات را انجام ده.
من رفته به اون مادری زور از پسرش سلام میرسانم. برو از نام من هم سلام رسان. به فکر من تو هم باید روی. و تو برای کار میخواهم دستم. آدمانی تعیناتی مخصوص یگان ذره صبر و طاقت ندارند. اپا جان، آخر من محافظ دهاتی نیستم. خدایا توبه، باید خودت را به جای دشمن گذاری. چرا اکا؟ از خدمات امنیت از برادر اهمیت نده. دوام ده برادر، کارت را دوام ده. کمی دیگر مانده است، کمی دیگر. صبر کن، کمی دیگر ماند. خداوند وقت و مکانش را میداند. خیریت که کودک نافتید. ساله تو در کجا بودی؟ دخترم به تو زنگ زده بود. ما به تو احتیاج داشتیم. تو باشی در خدمت دیگران میباشی. سعادت، در رفت عملیات بودم. آدم هایم زخم برداشته بودند. یک دخترچه خردکک نیز زخم برداشته بود. عزیزم، از برای خدا به من فشار نار. من در فکر خانه خودم میباشم. ساله، وقتی که در خانه من آرامی نباشد، پس غم و غصه بیرون برای من فرق ندارد. ساله، صبر کردن نمیتوانستم. شکر کن. آخر گفتم که یک دخترچه خردکک قریب بود که در پیش چشمم هلاک میشد. دخترم، برای من یک پیاله آب بیار. خوب شده است مادر جان. ساله، قسم میخورم که اگر باری دیگر در وقتی لازمی در نزد ما حاضر نشوی، کاری کردم رو در حقت میکنم. خودش چه گپ؟ از تو جدا میشوم. جدا میشوم از تو. استغفر الله. کارکنان تعیناتی مخصوص رحمدل می باشند. البته من تنها وظیفه‌ام را اجرا کردم. بیا رفتیم. ای پسر خوشرویکی من، به خدا اگر چشمانم میدید به فکرم تو را نمیشناختم. بله، با گذشت ایام آدم عوض می شود. خودم تنها ماندم. پدرت نیست، تو نیستی. تنها صدای تو برای من لازم بود. آخر خودت میدانی که چشمانم نمیبینند. راست میگوید مادر. از شما خیلی دور شدم. ببخشید مرا مادر. جانی مادر، نه من تو را خبر گرفته توانستم، نه خودت آمدی پسرم. اگر دعای مادر را نگیری
در کارت برکت نمیبینی. شکر که اکنون خودت آمدی. خداوند جانم را گیرد هم غم ندارم. به شما یک تحفه دارم. این روز و این ساعت را منتظر بودم. چرا خود رو پسری او خوردی؟ تو نقشه های مرا ویران نکن. مقصد من دل کمپی را خوش کردن است. تو دوام ده مایلش دوام ده. خدا را شکر. دخترم کنی دستت را به من ده. انگشترین ندارید. یعنی نکاح هم ندارید. یعنی خیلی مادر جان در فکرش هستیم. بخیر است؟ راست گپ بی نکاح گشتن شما را نمیخواهم. کو دخترم دستت را بینم. شرم ندار بده. کنی تو هم دستت را دراز کن. دراز کن. شرم ندار. دراز کن. بیایید مادر جان. انگشترین های من و پدرت، آنها را سالهای دراز برای تو نگاه می داشتم. تشکر مادر جان، تشکر. بسیار زیبا بوده است. من از صدایش فهمیدم که زیباست. دخترم مرا گوش کن. این پسری من کمی دیوانه می باشد. چیکار کردنش را نمی داند. دل او را بیاب. او را از تمام راه های بد محافظت کن. اطاعت مادر جون. соле ин ҳаёти мо то ба кайн хел давом мекарда бошад? саодаҷон корҳои ошхонаро бас кун. рафта бихоб, истироҳат кун. барои истироҳат фурсат нест. пагоҳ бо кори хона ба сари ман мемонад. дар таваллуди аввалам набудӣ. ҳоло бошад ҳомиладорам ва ту боз ҳам нестӣ. ҳар рӯз ҳар шаб аз танҳоӣ безор шудам. охир боз маълум нест ки оё ту сиҳату саломат ба хона бармегардӣ ё на. ман дигар наметавонам. ҷонакам, дар вақти хонадор шуданамон охир ман дар бонк кор намекардам ку. оё бо хости худат ба мақомоти амният нарафтӣ? магар туро маҷбур кардан? гапи ту дар ҳама ҷо мегузашт. одам барин дар утоқи корият нишаста кор мекардӣ.
خیر این سخنها رو بس کن. امروز خیلی مانده شده ایم. فردا سحر به خلاصه می آییم. соле гапро ба дигар тараф набар. фаҳмидӣ? то ба куҷо мегурезӣ солеҳ-ҷон? شیرینکی من در کجاست؟ در کجاست دختر زیبایی من؟ اوه جانی بیبی، این پدری کرنمکت با تو چیکار کرد؟ این پدری ناشودت با تو چیکار کرده؟ ای آفرین به شما خانم گلرو. چندین سال در امنیت کار کردم، اما مثل شما فشار تحقیرآمیز را کرده نمیتوانم. بس کن، باز گپ میزنی. دخترم در بیمارخانه در دم مرگ، تو باشی بی پروا میگردی. چرا در حال به من خبر ندادی؟ چرا؟ مادر خوش آمدی. خوش آمدی مادر جان. جانکی من. بس کن مادر، من صحت سلامتم. اگر یگان احتیاجی پیدا شود به ما خبر دهید مادر جان. مرده است. مرد. گپ زنید. غمگین نشوید مادر جان. من حس کردم، فهمیدم. مادران با چشمی دل میبیند. من فهمیدم. اگر چندین سال ندیده باشم هم در خوابم میبینم. مقصدم شما رو غمگین کردن نبود مادر جان. میدانم. خداوند شما رو در پناهش نگه دارد. نخواستید که من داد و فریاد کنم. برای همین اصلی واقعه را نگفتید. مادر جان، البته جای پسرتان را کسی دیگر گرفته نمیتواند، اما غمگین نشوید. ما هم مثل پسر و دخترتان هستیم.
از این پس چه احتیاج داره تامین میکنیم. زود زود آمده از حالتان خبر میگیریم. مادر جان، خداوند نگهبانت باشد پسرم. دخترم، آدم خطا میکند، اما در خطایی کردش نباید یک روی کند. شد مادر جان. من تو رو نمیفهمم. این آدم را پلیس گفته احترام مادر کردی، جان شد، اما او حقوقهای تو را پایمال کرد. از بحرش گذشته جانت رو خلاص کن. خانم گلرو، از گناه جدا کردن زن و شوهر نمیترسید؟ صالح بای، این دختر را حیف کردی، فدای کار و بار خودت کردی. از این دیده گناه بزرگتر می شود. تو باید حسابات دهی. از این پس برای زنم و هم برای خانم از شما حسابات میپرسم. دخترم، تو چی فکر داری؟ گپ زن. آیا من حق نیستم؟ التجا میکنم مادر جان، آخر شوهر من است. فهما، تو دختری مرا از راه زدی. چهل خواهد زندگی کردن گیرد، دیگر کار ندارم. مادر جان نیستید. مادر و شما با کجا؟ حتی انگشترین ها را هم نگرفت بیچاره پیرزن. راستی با پیرزن خیلی مهربان بودی، حتی مرا به حیرت آوردی. بله، مادر بودن دیگر است. چه خیل فهمید؟ دلش چگونه پاره پاره شد؟ بله. آیا میدونه که من هرگز مادر نداشتم؟ یعنی او مرا در بطن خود کشاله کرده به دنیا آورده بود، برای همین مهربان و مقدس است. اما من نمیدانم، نمیفهمم. عارف، گوش میکنم. امروز وقتی که از پنجره پریدیم، راستش را گویم فکر کردم که من میمورم. ترسیدی؟ به فکرم مثل تو جسور نیستم، اما تو وقتی که تو مرا محافظت کردی تمامی ترس و وهم برطرف شد. میفهمی؟ نخواستم که تو را از دست دهم. مرا تو حال نمیشناسی. بعضا برای شناختن انسان یک عاملی خردک کافت. چنان سخن گفته که باید مقصدی که پد را روشن تر فهمانی. امروز بسیار روزی وزنین بود. باید خودمان را آماده کنیم. پگاه اگر زید نباشی همراه خوراک میخوریم. کارکنی تعیناتی مخصوص کارکنی امنیت را به خوری دعوت کردنی همین طور نه؟ یعنی تو اصلی گپ را کم و بیش پی بردی. من باشم برای عملیات را پیش بردن دعوت میکنم. یعنی گفتنی هستی که من خوردنی نیستم. از منطقی سخنهایت این را پی بردم، اما به هر حال خودت میدانی. بسیار شخصی مخفی بودید. در واخوری اولینمان دعوتت را قبول کردم. مرحبا.
جستانم را دزدیدن. برادر شما سالم شدید یا نه؟ شما رفتن گیرید برادر، رفتن گیرید. جا میکنم جستانم را بردن. حاضر میارم خاله جان، انتظار شوید. وای خدایم، جستانم. ده جزدان را برگردون میگویم. هی بکی میگویم برگردون جزدان را. اکای سلیمان جیگا یک دیوانه از خیلی من میوید. ای برادر، وقتی کاری من تمام شده است، من کارهای دیگر دارم. مرا آواره نکن، زودتر جزدان را برگردان. کنی رو از اینجا. گوش کن، مرا دیوانه نکن، زودتر جزدان را برگردان. تو نمیفهمی، رو گفتم رو از اینجا. آی سویر، آی زیر من با تو نشان میدم. کنی اینجا. سویر، میبخشید یگون خدمت هست؟ نه تشکر، منتظر رفیقم میباشم. کنی اینجا بیا، حاضر من با تو نشان میدم. اینجا بیا. شد مایلاش شد. خواب کردم. اینجا بیا، جزدان را بیار میگم. اینجا بیا، بیشو میگویم. زودتر بیار. مرحمت. شکر کنید که وقت ندارم که شما را با امنیت ببرم، اما افت و اندامتان را در خاطر گرفتم. بار دیگر اگر با من روبرو شوید از خودتان گیله کنید. ابله کنی کن شو. خاله جان، مرحمت. برایتان تاکسی میدارم. در حال به خانه روید. احتیاط باشید. خوب؟ پسرم بسیار انسانی خوب مینمایی. خداوند برکتت دهد. دستی دشمن الهو شکند. خداوند از تمامی بلای و آفت‌ها تو را نگه باشد. آمین. تشکر خاله جان، تشکر به شما. الها خداوند تو را در پناهش نگاه بیایید من دارد. شما را با تاکسی سوار میکنم. مالش رفته. تاکسی!
این تحفه رو دادم برای روزی تویتون گرفتند. یک جایه می دادیم، اما حاضر با اون کس گپ زدم دیرتر می آیند. به من گفتند که تو هدیه مادرت رو بده. دختر جانم با اخلاق شدی. با دادم نیست تشکر بگو مادر جان. مبارک شود. جونیوچه سومن سومن یک لحظه مرا گوش کن. آیا میدونی به سر من چه حادثه آمد؟ گوش کن، آخر به حال من یک نظر کن. این خودش چی گفت؟ میفهمم، اما به من باور کن تا به اینجا آمدن خیلی فکر کردم. برای دیر ماندنم عذر میخواهم. یوسفی گمگشته باز آمد به خانه. عذر میخوام عزیزم، رئیس آمده بود، این مجلس در نقشه نبود. آیا ما یگان روز در نقشه تو می در آمده باشیم؟ بخیر است جانم، خوراک نخوردی؟ این چیست؟ آیا برای من تحفه گرفتی؟ دخترم گفت که به مناسبت روز تویمون این تحفه رو برای من تو گرفته ای. اما میبینم که تو از این بیخبری. یعنی چی؟ گمان کردی که فراموش کردم؟ خیر، واخوریتون خوب گذشت؟ امشب نیز استانبول و وطن رو تو نجات دادی؟ از برای خدا بس کن، از حد گذراندی. چرا همیشه به کارهای من دخالت میکنی؟ فهمیدم کمی دیر کردم، اما برای این خطایی کردم نباید وظیفه مرا تحقیر کنی، میفهمی؟ دل مثل شیشه است، همین که شکست مثل این قدح پاره پاره می شود. دیگر هیچگاه یک جا شدن نمی تواند. مادر؟ چی گپ شد؟ دخترم، یگان گپ نشده است. قدح از دستم افتید. پدر جمع می کند. گفتنگیر، من فراموش نکردم. کاش میدانستی که من تو را چقدر دوست میدارم.
یاد داری در رفتی عملیات از پنجره خودم را پرتافته خیلی ترسیده بودم. بله. وقتی که تو را محافظت کردم تو به من گفتی که ترس و واهمه گم شد. وای کمی عجیب است اما گوش دارم. وای من یعنی گفتنیم که من از مرگ نمی ترسم. مرگ برای من یک چیزی مقرری است. بله معلوم است. من گفتنیم که هنگامی که ترسی تو گذشت من در حیاتم اولین بار اینقدر سخت ترسیدم. چرا ترسیدی؟ من برای تو ترسیدم. برای همین میخوام که همیشه همراه من باشی. همیشه با من باشی. با فکرم که انگشترین داده آن پیرزن سحرناک بود. نمیدانم، شاید همین خیال باشد. نمیدانم. بله شاید سراسیمه شدم، شاید کمی بر وقت باشد. اما گفتنیم که بیا دیگر این انگشترین ها را اصلا نبراری سمن. سلیم برادرت را تبریک کن، برادرت را تبریک کن. سلیم خانه‌دار میشوم، خانه‌دار میشوم. سلیم چی؟ چی خیل؟ چی خیل نگو سلیم، آخر گفتم که خانه‌دار میشوم. بیا درو. چی نفهم است؟ سلیم برادر خانه‌دار میشوم.
ҳангоми амалиёт ходими амниятро дар хотир дорӣ? суманро? бале, аз ин пас ӯ янгаи шумо мешавад. бародар, чӣ шуд? оё хурсанд нашудӣ? албатта хабари бисёр хуш аст, яъне ҳайрон шудам. ман ҳам ҳайрон шудам. бовар кун, чӣ хел шуданашро, чӣ гуна таклифи хонадоршавиро ба ӯ кардам, худам ҳайронам. ин чист? узр мехоҳам, ориф. дар сарам фақат ҳамин фикр аст. сурия? бале, худам муроҷиат кардам. баъд чӣ? ҳозир бошад, яъне чӣ хел рафтанамро намедонам. ба касе ҳам нагуфтам. чашми ман бошад он қадар хуб намебинад, қариб ки ҳеҷ чизро намебинад. вақте ки бандашро гирифтанд, ман ҳам дигар пурсон нашудам. яъне гуфтанӣ ҳасти ки сиҳат нашудааст? ту чиҳо мегӯӣ? охир ман ҳеҷ чизро намебинам, мефаҳмӣ ту, намебинам. чаро дар ҳол нагуфтӣ? фикр кардам ки мегузарад, аммо ҳоло бошад бо ин чашмонам чӣ хел ба Сурия меравам. асиронро наҷот дода наметавонам. агар равам, мисли капк шикор мекунанд. ягон чиз намешавад. ориф, чӣ хел намешавад? онҷо пашша парзананд мебинанд. атроф ҳама яроқ ба дастон. саратро боло накарда туро мекушанд. ориф, даҳо шаҳрвандони мо бо зану кӯдаконашон дар онҷо асиранд. онҳо мунтазири мададанд. чаро наравем, ҳа? фаҳмо. худоё тавба. аллакай хонадоршавӣ ақли ӯро аз сараш бурдааст. ба ман гӯш кун. бародар, барои шахсони нобино, пиронсол ва занҳо рафтан ба ҷанг шарт нест. масхара мекунӣ. зани хости дилатро ёфтӣ. акнун моро масхара кардан гир, бародар. пас кун аст, барои худо. агар ба ҷои ман мебудӣ, чӣ кор мекардӣ? баъди баргаштан мефаҳмонам. чиро мефаҳмонӣ? сурияро. дӯстам, ман ба сурия меравам. бо хости худам меравам. рост мегӯӣ? албатта рост мегӯям, дӯстам. охир мо намурдаем ку. як дақиқа ист. охир ту гуфтӣ ки хонадор мешавам. чӣ хел ба Сурия меравӣ? хонадор мешавам гуфта аз вазифа даст намекашам. рафта бародаронро халос мекунам. ана баъд масъалаи тӯю хонадоршавиро мебинам. чӣ гуфтӣ бародар? ҳа? ориф, бародар, тӯбро нигоҳ кун. чашмони акай ориф дигар на тӯбро мебине, на дарвозаро.
اکا اکا فهمیدیم مایلش تو بیاو بازی رو دوام میدیم بچه ها. سلامت باشید بچه ها. باید ما در این بازی غلبه کنیم. کنی بچه ها کنی تو برای چی نشستی اونجا؟ کنی سر کردیم ها؟ بمانده آخر بمانده گفتم کو. اگر این خیل عادت کنانی پس هر روز گل طلب میکنم. وعده میدهم همین که وقت یافتم البته همین طور میکنم. خرچی خواب ادامه دارد یا اینکه بیدار شدیم؟ وعده خانه‌دار شدن جدی بود؟ از فکرت نگشته ای؟ البته سامان با تمام هستیم راضیم. پس حالا چی کار میکنیم؟ یعنی من در هیجان میباشم. از این پس چی میشود؟ همه‌اش طبق خواسته همان میشود. اما آیا یگون کمبودی هست؟ کمبودی نیو یک مسئله غیری چشم داشت پیدا خیلی شد. یعنی؟ به من وظیفه نو دادند. به سوریه میروم. چی؟ بعد از 2 روز برای خلاص کردن برادران اسیرمان به سفر میبرایم. یک لحظه تا جایی که من معلومات دارم تعییناتی مخصوص با خواستی خودشون کار میکنن. اگر خودت نخواهی تو رو مجبور این وظیفه رو نمیدهند. نه سامان من حتما باید بروم. تو روزی که با من تکلیف خانه‌دار شدن رو کردی باز فرداش به سوریه رفتن رو میگویی. چقدر میستی؟ تقریبا 3 ماه. این کار رو میدونستی و با من تکلیف خانه‌دار شدن رو کردی؟ اصلا این وظیفه سلیم برادرم بود. دیشب بعد از با تو صحبت کردن با خواست خودم وظیفه او را به عهده گرفتم. همیخه بعد از تکلیف خانه‌دار شوی به این قرار آمدی؟ بله همین خیل شد. آخر او مشکل جدی دارد. سامان برادرت چی مشکلی دارد؟
یعنی عین حال این را گفته نمیتوانم. بسیار خوب. از یکدیگرمان سیر و اسرارها را مخفی نگاه می‌داریم. سومن التجا میکنم. گوش کن آقای عارف. هر چی شد گذشت. شاید از هیجان، شاید در رفتی عملیات، هر چی نباشد، اما ما خطای بزرگ کردیم. حالا که دیر نشده است این خطا را اصلاح میکنیم. فردا به فرودگاه میروم. وقتی که برگشتم همش را با خاص تو میکنم و حیات نو را آغاز میکنیم. چرا من این خیلی خطا کردم عارف نمیدانم. اما وقتی که خودت تنها به طیاره سوار شدی تو نیز خطایت را میفهمی. سومن وقتی رفتنت شد به فکرم نمی آید. به هر حال تا آخرین لحظه انتظار میشوم. اگر نهایت من از سوریه زنده بر نمیگردم. گوش کن، به من مرگی تو نی بلکه زنده بودنت لازم است. احساسی نشو. بسیار سراسیمه شدی. به فکرت رفتار با اخلاق نکردی، خانه‌دار شدن خواستی. می آید، باید بیاید. چرا نمی آید آخر برادر؟ آخر ما یگان آدم عادی نیستیم کو. من تمام هستیم را به میان ماندم. گفته بودم که بیا، قبول کرد. اگر او هم پلیس نمیشد پس میگفتم که خیر نمیفهمد. اگر پلیس هم باشد وای زن است. سلیم گوش کن، همین خیلی عرف عادت هست. سخنهای مرا خطا نفهم. اگر به من یگان حادثه رخ دهد سومن را صاحبی میکنی. گوش کن، اگر این خیل گفتن گیری من هم به طیاره سوار میشم. خیر شد، فهمم. انا آن وقت توی را میبینی. آقای عارف سردار، لطفاً به دریچه رقم 28 تشریف فرمایید. بار آخر اعلان میکنیم. آقای عارف سردار، لطفاً به دریچه رقم 28 تشریف نمایید. انا برای تو اعلانی مخصوص کردن. فهمیدم. اکنون فهمیدی که نمی آید. عارف! 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 التجا میکنم.
صحت و سلامت برگرد. تویمون رو در اینجا میکنیم.